کمک نه نه میگه یا دیونه میگه وقتی نمیخوام میگه راست است که لیلیا زن شماست؟ خانه لیلیا بسوزه نبودم در خانه با ژانر فلک شما رو میخوایم ببینیم. واتساپ مدرای دیگی تیک تاک مدرای دیگی وقتی که من زنگ زدم تلفن تا تز بگی دیگه اگر در آرزوهای شما کلمه اگر نمی بود شما اولین شده کدام آرزویتان رو عملی میکرده؟ Мама родила меня, не знаю когда. тамошобиёни азиз, шумо медонед ки ҳама заҳматҳои мо барои таби шуморо болида кардан аст. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки шахсоне ки барои граница гузаштан ширкат мекунанд ин акай бахра саве метем беҳтарин бародаре ки тӯли як сол шид рекламаш мекунем рақамош дар рӯи экран занг бизанед ҳар рӯза сафар дорад. بعد برادران نگفتن امورا ایروز درباره یک برادر گپ بزنیم که بسیاری ها او را میشناسیم سامان آوتو این هم یکا میدونم که نوارش بینی و جالبه من خوندم محقولای این برادر درباره چی ها میفهمونن که شما وقتی ماشین خریدن در فریب نخرین و شما در سویتای خوب میتونید که ماشین را از کدام سال بخرین چی مارکا ماشین بخرین فقط در شما یک خواهش که سیلکای ویدیو شده در کامنتری از ریپیت میکنم بدون نمی اکدا پادپیسات ساکنید اینای مهربان سلام مشوره کنید همه شما سخت ندار میشم. این برادر بهترین تصوراتش در اوید ماشینا بسیارتر از اینستاگرامش سامان آوتو یوتیوبش هم سامان آوتو فقط از شما یک خواهش که کانال همین اکدا بدرین پادپیسات میکنین و شما تماشای بر هوا را تمنا داریم و باوری داریم که برنامه امروزه ما به شما پسند میآید. در برنامه ما اشتراک دارد حافظ خوشاواز که در مدت کوتاه در دل مخلصان خود جا شده است با سرودهای هجویش. این نفر عزیزبک جورایف می باشد. خوش آمدید میگویم شما رو به برنامه یک پیاله چای. گرم نیست زنده باشین. سلام علیکم به همه مخلصا. خیلی مخلصاندیم که همتری در برنامه فیروز کسیان مورا. این همش بعد از گیری شما دستگیری نکنین. مثلا خیلی پیاله چای نمیتونم. نامی برنامه را یک پیاله چای گفتین؟ بله. نه یک پیاله چای کمی در این برنامه اشتراک میکنم. مرحمت چای بپل میخرم میرم. زنده باشین سلامت باشین. اینک برنامه ما از 3 بخش عبارت است. در 3 بخش 5 سوالی داده شده است. شروع میکنیم سوالی یکم رو. بله سر کنین. من در همچی اونیورسیته در همه اگزامینو بودن بس پردگی نیستم نه سوال ما عادی است. من ماتماتیک نباشه چی؟ بگوید که چی سبب شد که شما به جدای سند دل بستید؟ من راستی گپ سند چه خیلی که دیگه حافظه خزیق دارن و میچسبن و مهر دارن ما تری نیستم. ما همین وقت پس همین مثلا چه بگم کار شده است همین پای صنعتم اگر پگه کار نشوه توی نشوه فایده نیاره همین چیز ما همین چیز هم میگیرم صندوق شدم میمونم بروش کوپا جمع میکنم دوام دادنی نیستید؟ میبین نه من خیلی درجه بسیار نیست مهمان میرم پگه میرم بهترین سوال بله به حضور آیا راست است که شما اول سرودهای ازبکی میخوندید برای چی عینی ها همه سرودهای شما با زبان تاجیکی است؟ نه خطا میکنید با زبان تاجیکی نه با زبان انگلیسی هم است تاجیکی ازبکی بیشتر با زبان ازبکی میخوندید حاضر باشد با زبان تاجیکی. بله من چی خیلی که گفتم که شما ده مقصد ای بیشتر همین صنعت ما در مثال گپ فایده اومایسه من کارا میکنم وقتی که همون یا وقت مخلصا هم تری ازبک زبان بودن مخلصا من همو دا میکنم از تاجیکا هم شده ایست بعد با روسی میکنم هر دو گوش میکنم انگلیسی گوش کنم امریکا گوش میکنم انتظار میشیم سرودهای با زبان انگلیسی. و شما آسان است مخلصای خود رو ترک کرده باز دیگه جدا رو پیشه کنید؟ ما چه که گفتم وقتی که من گوش نکنم وقتی که توی زکاز نکنم گوش نکنم فیرود نکنم یکم مرکه ده چی گفته که اوجه من مخلص ندارم اوجه هم مایوزر بود من اون وقت ماوستگی ایسی میرم اون وقت مخلصا ترک اگه میشه من مخلصای شما هست به در دل یعنی روز شکرانه خداوند هستم ما با رنگ مخلص نه با همچون رنگ برادرم رنگ قدردانم مقصد ما پشتی وایو نون میوم وایو توشون فیرود میکنم مقصد سوم میتن ما پشتی زندگی میبرم وایو همون نباشن میگم کارو بفایده میگم چای خوریم بفایده بهترین سوالی چهارمی ما
راست است که لیلیا زن شماست؟ بهتری نکنه چی با؟ نه همکاریم بهتری نکنه بیشتری مردم فکر میکنن که لیلیا زن شماست. نه ما چه دیگه چه شما بخیر چه شما دیگه بچه‌ای من 20 سالگی ام ما شما صاحب فرزند صاحب اوله هستید. بله بهترین سوالی پنجم اویدی فیلمی کلینچک میتواند معلومات داده کی سرپرستی کرد، سناریو از کی بود، چقدر خراجات کردید و چقدر مبلغ به دست آوردید؟ ما هر یک آدم در بر خودش رفیق داره، رفیقایی که مثلا چه بگم دلش میسوزه فقط در بارتونه اینطوری رفیقا داره. بله انا وقتی جمع میشیم ما ایده خدمت میگم و با یک دیگه خوش میکنن انا خیلی کینو میکنیم ما داگون خیلی که اسپانسر خیلی چیزا نیست ما لیلا قلم اسپانسری میکنه زور میشه مبلغ به دست آوردید، خراجات کردید، مبلغ به دست آوردید، چقدر خراجات کرده، چقدر به دست آورد؟ از خودم چی؟ از خود تا 10,000 داره. 10,000 شما خیلی ما کینوی خیلی که میگن بوی ما بگیریم کینوچاتر رو دامونه اینطوری نه، برای خدمت برای مخلصا برای ابتر خدمت. اینک میگذاریم به بخش دوم. بخش دومی ما چنین میباشد شما با چند ژانر سرود میخونید. راضی هستید؟ من بله با ژانر میخونم. ببینم وزیر. یکم با ژانر تویانه سرود بیرقصه. نه من الان میخونم محاضی. از باید بخونم. بله. ما خیلی که گفتم من بلوبای زبان میخونم گفتم کو. بلوبای زبان میخونم لیکن زور نمیخونم. همیشه است. لوبای سرود جزیر میکنم نه میخونم. جان نولی خروز مالالا نولی خروز مالالا قلبی میرزا جا بود نبودم خانه ای رو باب بسوزه نبودم خانه ای لیلیا بسوزه نبودم در خانه. بهترین احسن خرسکا کی جمع دویم با ژانر رپ چهار مصرع خونه. رپ بله رپ شما رو در ژانر رپ ببینیم. ما رپ خونگیم انگلیسی قطعی وقتی کودکی اومدم ما اولی سورتی پا داریم ما سرتیفیکات دارم انگلیسی بهترین hello با انگلیسی میخونیم. میشود this is my city this is my city I'm live in Kurgan to be my favorite job rap کارشم تا توجیکشا به توجیکشا سوال نه بر اومده توجیکشا میخونه از بی من میدونم ازی سرسان نگاه نکنید چشم میکنم معلش من شما نگاه نمیکنم من کامرا نگاه میکنم تک نمی یک تا چیز ریمونا ما میشه یک سرود خوندگیم اکا ایدیا کسایو میشه که بخونم خدمت نیست که خانوشان یکم دیگیش اچه واتساپ مدروی دیگی تیک توک مدروی دیگی وقتی که من زنگ زدم تلفن تا تز بگی دیگی بهترین از اجرای این سوال بر اومده. بله چای بخورم ممکنه؟ بله با حضور. با ژانر فلک شما رو میخوایم ببینیم. اوه فلک چی خیلی من فلک خوندم میتونم بفکرم خیلی نتونستم ایتانو میخونم نه همیش باید کلمه که اگه ادامه که توی در زکست اگه همه اتونید بگن ای دیونم دای خدا درش میخونم بود باز بمیدم خیلی چارباقی بالا رو بخونیم خیلی بخونه چارباقی بالا بله چنار بلنده لبانی یارم شیرین جان یکی فلکی نیست اما فهمیدش یکی دو کیسه همی از بگه برای همون خیلی حساب کنم میگذاریم به چهارم سوال با ژانر شش مقام میخونید. انا شش مقام شما میتونم آستینت جنبونده برا یار هی عاشقت سوزونده برا
یار یاره جانو نمورم بقا شب روی سیاتا آی سبیا نیا بدا زار کفی پاتا یا احسن بهترین منم بله. ها گفتم بگن که بیزی خوندیسم بدونم پنجم سوال تیار هستید؟ راست میگم که بیزی خوندیسم پنجم سوال تیار هستید؟ تیارم در ژانر اپرا C'est так любви, мама родила меня, не знаю когда. میگذاریم به بخش سیمی برنامه. سوال یکم، اگر $1,000,000 می داشتید چیکار میکردید؟ $1,000,000 می داشتم فقط راستش رو گویید. حیران میشیدم نه به چی صرف میکردید؟ یکمش مثلا پول خونگی را پرابلم شونات بود میکردم بعد دیگه‌مش همین آدمایی که همین چیزا محتاجن همودا یگون یاردم میکردم خیر میکردید یاردم میکردید بهتر میکردید نه آدمایی که محتاجن خیلی که نه ما البته میگم آقای دو چنین میخدم میبینم شرایط زندگی نه ایت نرمال نه در رنگ بود معلومه که هر گوشت میخری فسرخه که نرمال اگر نخرم چی گوشت؟ ها نخری این خری من گوشت نخرم هم چیزا میخری آهن هم میخری پس از کمتر دیتا دایی شوخ میکنم بو خر نکنیم برای ای برنامه سوالی دوم، اگر والدین شما پیش شما شرط میگذاشتند که صحنه رو ترک کنید شما چیکار میکردید؟ یگان کار بیا ترک میکنم یا از کار ایمده کارای باید کار کنم ترک میکردید مخلصانتون چی؟ الانش نکین چی باشه اگه ما یک گپ پیدا آدم اینا مثالی گپ که خداوند نشانته پدرش میگذره مادرش میگذره ای دنیا هم آدمون نصف میشن میسوزی در میگیری نو عاقبتش همه چیز قناعت میکنی طوریه انا من برم مخلصو خیلی میگه نشتی خیلی بعد بوسسا میگه ایوت شما برام میروند دنیا همیه هم ما کمتر یک سال میشه که از میشه باجو استا ای خاطر اومدن میروند با فکر والدین روزی میشدید بله؟ که بله برای که همو دبر تونیده لبوی وقت همه وقت بله سوالی سیوم اگر شانس می داشتید با سراینده آرزوهایتان دویت میکردید اون نفر کی بود؟ آرزوی که من در مقوله خوندنی من دویت کردنی بود فریدون خورشید فریدون خورشید بله اگر راضی شود دویت میکنید؟ چی نه دوبار میکنم و فکر من این برنامه رو اگر اکای فریدون بینن راضی میشوند با شما سرود خوندن رو نه میگه یا دیونه میگه قطعی نمیخونم اگر نفر گوید که من کمبغل هستم در توی من به پول خدمت کن شما چیکار میکنید؟ انمتر شیدگیه من خدمت کردم خدمت کردید؟ شیدگیه بله هم خیلی به پالاژن دیگه خیلی رفتن خدمت خیلی گذرانده به یا تنه چند تا شیدگیه ما دیلی مثلا بیایم دوبار کشمان بگذارم پول ندارم بیا برای میرم بگذارم اگر توی من اومده خدمت بکنید گرد نیسته تو زن نگیرته؟ ما حالشو نکرد شو نکرده خیلی کم زمگی باشه جاشو ببره ما هم جاش همون اوقی اگر در آرزوهای شما کلمه اگر نمی بود شما اولی شده کدام آرزویتان رو عملی میکرده؟ ما آرزو دارم که مثلا گپ همین خونه مکم ترک ریمونتش بزیبتر اگه اما را توری میکردم بو خیلی فاسون شغله یکم کمتر عبود میکردم باقی همیه تمام من خیلی آرزو ندارم ما آرزوی ما همش عملی گشتگیه ما شکرانه خداوند زن دارم فرزند دارم پدر مادرم زنده دیگه ما چی دارم همین خونه را کم تکاسیجید کنه تمام